بهش میگن کارهای تفمالی. سلام خدمت دوستان و همراهان گرامی چنل لیتس گو. خب دوستان گرامی، با یه ویدیوی دیگه در خدمت شما هستیم. قبل از اینکه بریم سراغ بقیه مباحث و کار امروز، لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهای ما رو برامون لایک کنید که یک انگیزه باشه برای ویدیوهای بعدی و آموزش‌های دیگه. خب دوستان، اینجوری که شما می‌بینید ما برای تفریح و سرگرمی اینجا نیومدیم. اینجا یه باغچه است اطراف شهر زیبای شیراز. اومدیم اینجا برای نصب یه حصار دیگه، یه چین لینک فنس برای این باغچه. خب همینطور که دارید میبینید پایه ها رو ما قبلا کار گذاشتیم و الان میخوایم فنسش رو شروع بکنیم و میبینید که یه باغچه است با 4 تا زل و چند تا پیچ و خمیدگی روی بلوک. دوستان این بلوک ها یه آموزش اولیه بهتون بدم برای کارهای خودتون. اول اینکه هیچ موقع پایه فنس رو تو بلوک ندارید مگر اینکه دو ردیفه باشه، چون تک ردیف که باشه معمولا فنس رو کف پایه ها رو یا بلوک ها رو کف زمین کار میکنن و فونداسیون نداره و موقعی که شما پایه فنس رو میذارید داخلش زمان کشش با پولیف ممکنه پایه از جا در بیاد یا بلوک رو بشکنه یا اینکه پایه کج بشه. حالا اگر که شما اومدید روی کاری و به این سبک کار شده بود، خب یه سری قوانینی داره که من بهتون آموزش میدم که چجوری این کار رو انجام بدید یا باغچه خودتون رو چجوری خودتون برای خودتون فنس بکشید یا فنس بکشید که با همچین مشکلاتی مواجه نشید و هزینه کمتری پاتون بیفته. بریم با ادامه ویدیو. دوستان میبینید که ما اون لاین رو اون ردیف با ما باشید. خب دوستان عزیز، همونطوری که اول کار بهتون گفتم دیوار بلوکی خیلی چیز خوب و در بخوری نیست و ممکنه پایه ها کج بشه یا کنده بشه. متاسفانه ما وسط کار به مشکل خوردیم و اونجور که میبینید پایه کنده شده. چرا؟ چون که پایه بلوکی پایه تو بلوک استقامت آنچنانی نداره و موقعی که پولیف فشار یا کشش رو روی فنس ایجاد میکنه پایه رو میکنه. متاسفانه الان ما به مشکل خوردیم، باید پایه رو جایگزین کنیم. ما فنس رو میکشیم و مجبوریم این پایه رو بعداً جایگزینش کنیم. هیچ موقع برای فنس کشی از بلوک استفاده نکنید مگر دو ردیفه 40 سانتی داخل کامل تو خالی و پشت سر هم و موازی باشه. الان اگه اینجا رو میبینید، اینجا نگاه کنید، اینجا اینم کنده میشه. چرا؟ چون فشار اگر از او ور بیاد ته میاد به سمت این طرف، ته میاد به سمت این طرف و این پایه رو میکنه تا میره. همونجور که دارید میبینید ترک خورده. هرچند ما با سیم به پایین پایه بعدی اونو گیر انداختیم و متاسفانه ولی بازم فایده نداره و کنده میشه و این فنس هیچ موقع مثل پایه های عادی صفر نمیشه و نمیشه سفتش کرد. بهش میگن کارهای تفمالی. متاسفانه الان به پست ما خورده. حالا با ادامه ویدیو با ما باشید ببینیم چیکار میکنیم. خب دوستان عزیز، رسیدیم به تقریبا انتهای کار و ما زل بقیه رو کشیدیم. الان رسیدیم به این زل. این زل رو میبینید که فنس تا آخر بند کردیم و به هم دیگه بافتیم. قبل از اینکه تمام کار بشه و ویدیو تموم بشه لطفاً چنل ما رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو برامون لایک بکنید تا اینکه یه انگیزه باشه برای ما. آموزش میدیم بهتون تا جایی که در توانمون باشه. خب من قبل از اینکه از حضورتون مرخص بشم یه آموزش هست، آموزش بافتن فنس به هم دیگه. خیلی جاها دیدم که
موقعی که میخوان به هم دیگه بفهمن، خودشون میخوان کارشون رو انجام بدن، اومدن مثلا با سیم بستنش به هم دیگه. اینجوری نیست. هر فنس یه نخ توشه، این نخه برای بافتن اینا به هم دیگه است. یه ویدیو شورت درست کنم، ویدیو شورت رو بذارم، اگه خواستین آموزش اون بافتن فنس به هم دیگه ببینین، ویدیو شورت رو بعد از این ویدیو یا قبل از این ویدیو میذارم، میتونید که تماشا بکنید، اگر جایی به درتون خورد استفاده بکنید. این ویو دیوار تقدیم نگاهتون باغ انگور خیلی زیاد ویج، هر کی از اون چیزا میخواد میتونه بیادش و انگورای رایگان بچینه ببره میز مویز چه میدونم انگور از اینا برای مسائل خاص استفاده بکنه. دوستان لطف کردین که ویدیو رو تا آخر تماشا کردین، ممنون میشم ازتون که ویدیوهای بعدی ما رو نگاه بکنید. اگر امکانش هست ویدیو رو لایک بکنید برامون. آخه این ویدیو رو که برای ما لایک نکنید و ما رو سابسکرایب نکنید، قطعا ما هیچ انگیزه ای نداریم و بالاخره نمیتونیم که کار بکنیم. اگر امید ما به شما هست، اگر امکانش بود چنل ما رو سابسکرایب کنید و لایک کنید ویدیو رو برام. تا روز دیگر بدرود.